که هست درنگیش که گفتم متونه که گلابی و بانجانی که کار شده بسیار یا همون لباس درنگیش هست باز یخن از ایره باز گرافیک کار کنیم از اون بلوچی ایره باز مکمل سعی کنیم ما ساده جورش کردیم ساده بسیار ظریف و نگفتن همون قیمت از این لباس چند یخنش تقریبا مورایی است کل ازی مکمل کار دست است بسیار عالی بسیار یک لباس مقبول و زیبا و میشه که بگین قیمت از این لباس چند قیمت از این لباس تکیه از هم تکیه ایندی بنارسی ایندی میگنش گراف است که یخنش گراف بسیار ساده کارش کردیم دیگه دامنش هم باز فیتایی است دامنش فیتایی است تقریبا یکی هست 10 متر دامن داره جانا 10 متر دامن داره بالش بسیار دراز می باشه که از رنگ‌های مختلف دیگه کار شده من گفتن همون قیمت از این لباس چند است قیمت از این لباس ما فعلا دیگه 40000 یک لباس بسیار خاص یک چیز بسیار ظریف که همون تو دامنش هم بسیار کلان می باشه داریم یک لباس بسیار قدیمی است گند افغانی است قیمتش تقریبا در خانه 35000 افغانی جانا به نام خداوند بخشاینده و بنهایت مهربان سلام و درود به سر یک شما وطنای عزیزم ان شاء که هر کجای کسین جور و صحت و سلامت باشید بازم من تمنا میری در خدمت شما وطنای عزیز هستم و میخوایم بهترین لباسای گند افغانی را امروز به شما وطنای عزیز به معرفی بگیرم دیگه فعلا قسم که بیننده هستین ما در پیش روی دکان حبیبی برند هستم و میخوایم لباسای مقبول گند افغانی که اینجا هست به معرفی بگیرم چی خوب است که شما تا آخرین دقایق لحظات این برنامه ما را همراهی کنین دیگه من میرم داخل دکان ببینم که اینجا کدام مدل‌ها و همچنان گندای افغانی به فروش میرسانه سلام علیکم بیادر سلام علیکم خوب هستین ان شاء الله صحت خوب است سلامت باشین و خیر باشین نام زیبایتان اسمت ظفر هستم مسئول همین دکان اسمت جان عزیز ما امروز خواستیم که به دکان شما حبیبی برند اینجا بیای و لباسای مقبولی که اینجا به فروش میرسانین به معرفی بگیریم به وطنای عزیزم البته با اجازه خودتان مشکل نیست که ما در خدمت دیگه چی خوب است که لباسای مقبول لباسای که طراحی‌هاش جدید هستن به ما و دختر خانمایی که بیننده برنامه ما هستن به معرفی بگیریم درست است که فعلا خیلی از می شروع پیران آرسانه براتون معرفی میگیریم هم شیپش نو است هم یک پیران بسیار خاص است دیگه باز به ترتیب هم تو دیگه پیران ها را باز ما براتون میگم بسیار عالی فعلا دوستای عزیز قسمی که شما در تصویر بینیده هستین این لباس بسیار مقبول که رنگ بسیار عالی داره میشه که در مورد طراحی از لباس بر ما بگین جانم این پیرانه که ما که باز از تکه بخمل برفی استفاده کردیم میشه و شروعی که هست که دامن پوسترش خرمه استفاده کردیم باز تقریبا درازی ما 20 متر تکه دامنش استفاده کردیم دو دامن داره باز دو دامن داره که چرمه هست که به رنگ سفید رنگ طلایی استفاده کردیمش که شام لاجوردی کار شده بسیار یک رنگ مقبول ما یخنش هم بلوچی گرفتیم مکمل کار دست است بسیار آستینش هم باز هم و قسم که ما متوجهشون کلاه هم داره جانا کلاهش هم باز مخصوص خودش جور کرده و دیگه از این لباس کدام رنگا رو دارین فعلا دیگه یک رنگش دکان فعلا حاضر داریم دیگه باز مشتری ما هر رنگش خواسته باشه برشون جور کنه میشه بسیار عالی این لباس که بسیار یک دنباله مقبول داره دنبالش بسیار دراز می باشه که از رنگ‌های مختلف دیگه کار شده من گفتن همون قیمت از این لباس چند است قیمت از این لباس ما فعلا دیگه 40000 افغانی باز اگه کسی که توان خرید نداشته باشه کرا برش میدین اجانا کراش چند است باز کرا دیگه بینال مشتری ما که باز واسش نکشه باز بیخی ارزان برشان میتیم در مخانه 3000 میتیم اجانا باز که اصلا کرای از یک پیران ما که هسته که مواسکتش و که سیت مکمل 6000 افغانی 6000 افغانی ولی کسایی یک تواناییش نداشته باشن لطف میکنه بیادر ما تخفیف میده که ماه مبارک رمضان هم است دیگه 3000 کرایش میشه و قیمتش هم 40000 افغانی است بسیار امی دکانایی که ما رفتیم بیادرای ما که بودن صحبت میکنه بسیار بی انرژی بودن خودت نام خدا ماه مبارک هم است بسیار خوب صحبت میکنی والا ماه مبارک رمضان است دیگه باز هر چی خود بی انرژی پرتی باز بی انرژی تر میشه بی انرژی میشی دیگه بسیار عالی و حالا فعلا خودت میخوای کدام لباس به ما معرفی بگیری لباس که جدید طراحی شده جدید که طراحی شده فعلا بیخی همین پیرانه که نو است که تکیش بخمل آبچکان است مکمل سیت کرده میشه که یخنش هم بلوچی دیست کلازی و این چرم گلاباتون دوزیش که هست که با خود تکم کارش کنیم بسیار عالی و میشه بگین که از این چند رنگ دیگه اینجا داریم از این دیگه رنگاش زیر کار هست که فعلا هم یک رنگش تیار شده بود تا آورده میشه دیگه هر رنگش بگوید ساخته میشه بسیار عالی قیمت لباس چند است؟ قیمت این لباس ما باز 12000 افغانی 12000 افغانی و اگه کرا بتین؟
کرایش از 1500 افغانی الی 2000 افغانی. 1500 افغانی الی 2000 افغانی. یک لباس است بسیار مقبول که رنگ سبز و رنگ جگری یا مو سرخ بسیار یک لباس مقبول می باشه. و لباس بدیلی که من متوجه شدم دیزاینش متفاوت تر است که در این رنگ‌های بیشتر خصوصا در قسمت پای دامنش کار شده. میشه که در مورد طراحی رنگ و همچنین قیمت از این لباس برام بگید. این از لباسه که ماست که پیرانکای گند افغانی نیمه است پستا چین میگن نیره پستا چین میگه بخمل شما ابریشم استفاده کنیم یخن از یام بلوچی دستیسنک مکمل دیگه داناستین و پایین دامنش که است که چرمه است چرمه کار شده باز امی تکشم بخمل ابریشم میگه ایرا باز امی گند افغانی پستا چین میگن. پستا چین میگه. قیمت از این چند است؟ قیمت از این باز به مشتری ما در خانه 8000 افغانی 7000 افغانی میده. 8000 افغانی و اگه کسایی که کرا میگیرن بر از اونها چند میشه؟ کرای از یاره باز عموما که از پیرانه که اول که شما دیدین که باز متفاوت است دیگه او یک پیران خاص بود دیگه باسی پیرانا رو 1000 افغانی میده. 1000 افغانی. بسیار قیمت‌های لباسایی که در اینجا میفروشن خصوصا گند بسیار قیمت‌هایشون در کرا مناسب است. هموطنان اسمک در کابل هستن میتونن اینجا تشریف بیارن. واقعا لباسای بسیار مقبول و زیبا داره. و تا جایی که من متوجه شدم این لباس و این لباس طراحیش یک است فقط در رنگ‌هاش متفاوت است. دیگه قیمت‌ها فکر میکنم یکسان قیمت از یکی است که فقط یک خنکش بود زری میگن اندک تفاوت داره. این دیگه شیپش است دیگه داریم از چند شیپ شد زیاد شیپایش داریم با سو پیران نیمه که ما در اول نشان دادیم سو یک چیز خاص متفاوت و خاص است. اما تو بسیار یک رنگ خاص هم درش کار شده. و دوستای عزیز این لباسی که شما در تصویر میبینین برای دختر خانم‌ها هستن که بسیار ساده پوش هستن. میخواین که همون لباس ساده و ظریف بپوشن مخصوص همون دختر خانم‌هاست. چی خوب است بگید که قیمت لباس چند است و همچنین در مورد رنگش بر ما بگید. این رنگش رنگ اناری میگنش باز دامنش چرمه است که آستینش دو آستینه کار شده. دو آستینه قرصدار میگن ایران. قرصدار میگن یخن از یام بلوچی است مکمل کار دست است. باز بعضی مشتری های ما ساده پوش است. ساده پوش است به خاطر همون خاطر خانم دخترها باز که ساده میخواین باز تیره ده معرفی برشون. بسیار عالی. و نگفتن من قیمتش چند است؟ قیمت از 7000 7000 و اگه کرا بدین؟ کرای از این در عموم من پیرانکای دیگر هم که نشانتان دادم یا 1000 افغانی است. 1000 افغانی در کرا هستن و 7000 هم قیمتش. بسیار یک رنگک مقبول دو رنگ ترکیب شده و یک چیز بسیار ساده و ظریف می باشه. و این دوستای عزیز لباس بسیار مقبول دختر خانمایی که رنگ سرخ بسیار دوست دارن میگن محافل همین رنگ روشن‌تر باشه بهتری مقبول میشن. دیگه چی خوب است که در مورد از این لباس بر ما بگی که دیگه کدام رنگ‌ها از این لباس دارین و قیمت از این لباس مقبول چند می باشه؟ از این لباس ما قیمتش در خانه 8000 افغانی میایه با سیر بلوچی میگن. بلوچی نیمه میگن اجانا. دیگه باز مکمل چرمه است به چرمه به مو رنگ چادر تنبانش یک رنگ کار شده. باز زندیدار کار کرده میشه مکمل کار. بسیار عالی. من گفتن امر قیمتش؟ قیمت از این باز 8000 8000 افغانی. یعنی لباسای کلا فکر می کوتاه است دیگه قیمتای اجانا قیمتای 8000 7500 افغانی است. کرایشون باش ما فکر میگم 1000 باشه. 1000 افغانی است که به خاطر باز هم که مشتری ها جنجال نشه به خاطر باز بگویم علی شینه قدر یا شینه قدر معلوم دار است کرایش. بازم پیران نیمه تا من نشان تان دادم با تفاوت بود. من پیران نیمه ما تو جور میکنم ده 20000 30000 هم جور میکنم چون همون دیزاین و طراحیش فرق میکنه. اما این لباسایی که معرفی کردین اینا هم طراحی‌های بسیار مقبول داره اما رنگش هم مقبول است اما قیمت بسیار مناسب و عالی داره. دیگه لباس بعدی که تکش بسیار نازک می باشه رنگ بسیار مختلف دی کار شده بسیار یک لباسای ظریف و مقبول است. میشه که بوی از این لباس چند رنگ دارین و همچنین قیمت از این لباس چند است؟ این لباس ما که است که مکمل میخنش گراف است که کار دست است که این تکه از زیر تکه کاتانی بسیار کونه است که تکای سابقه است. کونه البته نیست سابقه است بسیار زیاد. اجانا سابقه چی یافت نمیشن. من دارم یک چند پیران و دوگام کنه دارم باز در برنامه من نشانتان میدم. دیگه این مکمل یخنیاش کار دست است که فعلا دیگه از این بازم یک رنگک داریم. یک رنگک داری و قیمتش چند است؟ قیمت از این باز 9000 9000 افغانی. و اگه کرا بدین؟ کرا بدین 1500. بسیار عالی. واقعا لباس بسیار مقبول است. و دوستای عزیز تا دیدم که ما معرفی کردیم لباسا کلا کوتاه بودن کسایی که دوست دارن کوتاه بپوشن شلوارشون معلوم شود ولی این لباس که مقبول است
زیادتر دختر خانمایی که دوست دارن دراز بپوشن بخصوص همون دختر خانماست. چی خوب است بویی که دیگه کدام رنگار از این لباس مقبول دارین و یک کم کوتاه در مورد طراحی و همچنین قیمتش بر ما بگین. از این لباس ما فعلا 3 رنگش پیش خود ما داریم. رنگ سبزش است، لاجوردیش است، رنگ سرخش است. این پیران ما که است پیران ماکسی است، یخنش از یام بلوچی است. مکمل کار دست بسیار ظریف کار شده. باز در قسمت های دامنش قرصدار استفاده کردیم. تکیش هم بخمل ابریشم و اول است و کدش هم دامن آستینش هم چرمت. بسیار عالی. قیمت از این لباس؟ قیمت از این لباس ما 13000 افغانی. 13000 افغانی. و اگه کرابته؟ کرابته حدود 1500 الی 2000 افغانی. 1500 الی 2000. و یک چیز دیگه سوالی که ما میخوایم از خود داشته باشم، آیا صادرات به خارج از کشور هم دارید؟ اجانا داریم. بعضی مشتری های ماست که فرمایش میتن، باز از اینجا خود ما شرکت های کارگو هست برشون جور میکنیم، طراح میکنیم، روان میکنیم. بسیار عالی. هموطنان عزیز، قسم که اسم جان عزیز گفت کسایی که هر لباسی که اینجا خوش میکنن، مهم نیست چی در کابل هستن چی در خارج از کشور هستن، اگر شماره اسم جان عزیز بیادر قندوار خواستن هم در قسمت کامنت خواستن ما در خدمت، و چون که اینا صادرات هم در خارج از کشور دارن، شما هر لباس رو خوش کردین دیگه اسم جان عزیز در خدمت شما هست. بسیار عالی، بسیار عالی. و میریم همه کم کم لباس ها را به معرفی میگیریم. نام خدای دکان بسیار همه لباس های مقبول داره دیگه. این لباس دیگر هم که شما میبینین لباس دراز است که یک رنگ بسیار مقبول داره. و چی خوب است بگید که از این لباس دیگه کدام رنگ ها داریم؟ از این لباس یک رنگ که افرنگ جور کردیم و فعلا دم دست نیست که نشان تان بدیم. این بخمل کش است دیگه. یخنش هم باز یخن گراف هست، بلوچی های گراف میگنش دیگه. یک پیرانه که ساده جورش کردیم. بسیار عالی. رنگ که لاجوردی داره و دیگه هم 7 رنگ است. بسیار عالی. و قیمت از این لباس چند است؟ قیمت از این لباس ما 16000 افغانی. 16000 افغانی. و اگه کرا بتن این لباس باز قیمت چند؟ کرا بتیم 2000 الی 2500. 2000 الی 2500. لباس است بسیار مدلش جدید و همچنین مقبول. کمربند هم داره که به تن هر دختر خانم به راحتی میاد. و یک چیز دیگه که لباسای گند افغانی خوبیش است که کمربند دارن، فری سایز هستن، به تن هر دختر خانم با زیباییش میاد و بسیار مقبول و معلوم میشه. و لباسا اینجا زیاد است. یک لباس خاص دیگه است وطنای عزیز که بسیار توجه مرا جلب کرده. مت رنگ بسیار مقبول، یک چیز بسیار مت ظریف است. چه خوب است که اسم جان عزیز در مورد طراحی از لباس بر ما بگه. این لباس ما از خانم آریانا سعید است که مثل حین لباسش اطلاقش برآمده بود، ما جور کردیم دیگه. فعلا از یک رنگش داریم. اما رنگ لباس خود خانم آریانا سعید هم که بوده کمی رنگ بوده، حین چیز بوده. بالاتنه از زیر بخمل ابریشم استفاده کردیم دیگه. مکمل ایجاش چرمدوزی است و دامنش هم که است که لیل متن هست. بازی کدام مشتری بر تو سفارش دادن یا به انتخاب خودت جور کردین؟ به انتخاب خودمون جورش کردیم. از این نام خدا، از این پیران ما بسیار فرمایش ها گرفتیم، چون واقعا یک چیز بسیار ظریف و مقبول است. ما گفتن من قیمت از این لباس چند است؟ قیمت از این لباس ما 8500 افغانی است. و اگه کرا بتین؟ کرا بتین 1500 افغانی. این چادر کلاه چیز امرای خود داره؟ جانا چادر داره، چادرکش پسته است که به خاطر به مسیت دامنش شما. بسیار عالی. واقعا لباس مقبول، لباس آریانا سعید. کسی که میخواد بتن بکنه دیگه اسم جان در خدمتش. ما در خدمتش هستیم. و میریم به طرف لباس بعدی. لباس است که بسیار مقبول، ظریف، سنگین و معلوم میشه لباس قسم. والا یا ماکسی است که از پیرانای ماکسی است که ماکسی ها در عموما دامنش 5 متر میباشه، باز مویر تقریبا 6.5 متر گرفته میشه که یک ذره کلان شه. باز ماکسی است یک ذره ساده تر جورش کردیم. لاجوردی دارم دیگه، دیزاین دارم ایرا باز مکمل سعی کنیم ما ساده جورش کردیم. ساده بسیار ظریف. و نگفتن همون قیمت از این لباس چند است؟ قیمت از این لباس ما 14000 افغانی. 14000 افغانی. و در کرا چند میشه باز؟ کرای از این باز 2000 افغانی. 2000 افغانی. از این لباس مقبول دیگه رنگام دارین اینجا؟ از این فعلا به این شیپش هم یک رنگش دارم. باز بعضی مشتری‌ها باز هر رنگش خواسته باشه برشون جور. درست. یعنی به عنوان سامپل دوستای عزیز یا تا لباسایی که میبینین اینجا به عنوان سامپل، و اگر شما کدام لباس را خوش میکنین به رنگ دیگه یا طراحی دیگه اینجا موجود می باشه و ان شاء الله براتون میسازن. و نگفتن همون که لباسای مقبول شما در کجا میسازین؟ والا خود ما کارگو داریم. به خاطر باز تموج خود ما هم دوختش هم میکنیم هم تولیدش هم میکنیم. به خاطر باز سینال تنها از مشتریان نیست، به خاطر سمت خارجی سونام که هست که به خاطر در کار کم نمیشه. بله. بسیار عالی. و دوستای عزیز، لباس بعدی که شما در تصویر بیننده هستین بسیار یک آستین کلان داره
و رنگش هم رنگ مقبول. این هم بسیار یک لباس ظریف می باشه جانم. برای کسایی که ظریف پوش هستن. و جانم. نگفتن امانه قیمت از این لباس چند است؟ قیمت از این لباس ما باز 16000 افغانی است که به خاطر یخنش باز کار دست است یا بلوچی است که یخنش تکیش هم لیل متن است، دامن آستینش هم چرمدوزی است. بسیار عالی. و اگر کرا بتین چند میشه؟ کرا بتیم 3000 افغانی 2500 افغانی میتیم. بسیار عالی. واقعا لباس بسیار مقبول، بسیار ظریف و یک چیز خاص می باشه. و یک چیز دیگر لباس که بسیار توجه مرا جلب کرده لباس است که برنگ زرد می باشه که واقعا بسیار زیباست. لباس بسیار ظریف، کسایی که زیادتر میگن یک چیز خاص باشه متفاوت باشه رنگ زرد دوست داره. میشه که در مورد از این لباس بگوین بر ما؟ از این لباس ما که یخن از این باز یخن بلوچی است که دیگه تکش که هست تکش شینکایی میگن میره تکش شینکایی میگن دیگه با سیر ساده تر جور کنیم وقتی را آستین دامنش چرمه باز کار کنیم ساده تر. از این باز دیگه رنگایش هم هست پیش ما باز نشان میتونم رنگی که پستایش هم هست باز یک رنگ که دیگهش جور کنیم دو رنگ کار کنیم رنگ گلابی و بانجونی باز. بسیار عالی. و نگفتن ما قیمت از این لباس چند است؟ قیمت از این لباس ما 17000 افغانی است. 17000 افغانی. بسیار عالی و لباس است بسیار مقبول. و اگر در کرا بودین باز چند میگن؟ کرای از این در عموما باز هم 2500 افغانی 3000 افغانی است. بسیار واقعا لباس است بسیار مقبول بسیار ظریف. و چه خوب است که این لباس دیگر هم اینجا به معرفی بگیریم. اسم جان عزیز این لباس می باشه وطنای عزیز که بسیار لباس مقبول، رنگش بسیار مقبول و یک چیز است بسیار خاص و انتیک. میشه که در مورد از این لباس بر ما بگویید؟ از این لباس ما که هست که تکیش بخمل ابریشم است که یخنش هم گراف است، گراف دستی است مکمل. دامنش هم بسیار چرمی نازک کار کردیم که آستینش هم لباس که ساده شود. بعد جامن است یا دامنایش کلان است تقریبا دامن از این 8 متر تا 9 متر می آید. بسیار عالی. ما میشه مورد قیمتش بر ما بگین؟ قیمت از این باز 15000 افغانی گفتیم. 15000 افغانی در کرام فکر کنم دو نیم هزار 3000 افغانی میتیم. بخاطر پیران معلوم دار است پیران نیمه ما یک رید است همین جامن که میگن دیگر رید است مکسی دیگر رید است در کرا باز قسمت قیمتش فرق میکنه وقتی که بخرن هر لباس هم طراحیش و زحمتش فرق میکنه دیگه. بسیار عالی. و نگفتن امانه که یک لباس دیگه اونجا است اگر همکار از ما در تصویر داشته باشه بسیار لباس مقبول است که ما میخوایم مو لباس هم به معرفی بگیریم. بیشتر فکر میکنم که لباس دیگر ما به رنگ دیگه به معرفی گرفتیم. این فقط رنگش متفاوت است. میشه که خلاص در مورد دیگه و ایناش گفتید در مورد رنگ و قیمتشون برای ما بازم بگید؟ قیمت از این باز همون چیز است که براتون 13000 افغانی که گفته بودم. این فقط رنگ سبزش است کمک تفاوت داده میشه واسه یک رنگ لاجوردی بسیار خاص هم برای این جور کردیم. بسیار عالی بسیار عالی. و قیمتشون 13000 افغانی جانا و سرخش بود رنگ سبزش است. بسیار عالی. هر دو رنگش بسیار یک چیز خاص متفاوت و مقبول می باشه. دوستای عزیز نگفتن امانه این لباس بسیار سنگین اما معلوم میشه بسیار یک چیز ظریف و دراز و مقبول است دیگه. میشه که در مورد از این لباس بگوید چون متفاوت‌تر از لباس‌های دیگه تان است. این لباس ما که است که یخه که کریستال استفاده کردیم مکمل کار دست است. بخملش هم ابریشم اول است. و قیمت از این لباس چند است؟ قیمت از لباس ما 9000 افغانی. و اگه کرا بدین باز چند میشه؟ کرا بدین 1500 افغانی. بسیار عالی. و نگفتن امانه که از این دیگه رنگایش هم داره. رنگه که سرخش هم دارم دیگه باز مشتری ما هر رنگ شگفته باشه. و نگفتن امانه که امروز خودم تو کلاه مقبول هم داره کلاه بسیار مختلف کلاهش سبک هم است دیگه در سر سنگینی نکنه دیگه خصوصا در محفل. بسیار عالی. و لباس دیگه که اینجا است هموطنان عزیز طراحیش بسیار مختلف است بسیار یک چیز مقبول. دامنش هم تو کلان است خصوصا دخترها دامنای کلان دوست دارن. قیمت از این لباس چند است و از این چند رنگ داریم؟ از این قیمت لباس ما است که 8500 افغانی است. فعلا دو رنگش داریم اینجا رنگ که سبزش است و رنگ که سرماییش است. تکیه از هم تکیه ایندی بنارسی ایندی میگنش گراف است که خانش گراف بسیار ساده کارش کردیم دیگه. دامنش هم باز فیته‌ای است. دامنش فیته‌ای است تقریبا یکی است 10 متر دامن داره. اجانا 10 متر دامن داره. باز کدام خود دامنش جیفون یا استفاده کردیم. بسیار عالی. و اگه لباس با کرا بتین باز کرایش چند میشه؟ کرای از این باز 2500 افغانی. بسیار لباسای مقبول است. بله هموطنان عزیز قسمی که شما فعلا در تصویر ببینید هستین لباسای مقبول دیگه که مت دامنای بسیار کلان هم داره دیگه. چه خوب است که اسم جان قند اینا رو بر ما و هموطنان عزیز ما به معرفی بگیره. این گند افغانی ما که هست که در عموم با همین ما که میگیم میشه جامن میگیم میشه که بخمل از یکی از بخمل لاکی است.
دیگه دامن آستینش که هست چرمه استفاده کردیم، یخنش گرافی است، دیگه لاکی های گلدار است که همی جنسیت تکیش نازکتر است که همه تو یک ساختمان گل دیش کار میشه، با ساختمان گل دیش کار میشه که دیگه هر رنگش هم باز جور میشه. فعلا به عنوان نمونه هم یک رنگش یک رنگش داریم، به خاطر باز قدر جای نمیمونه باز رنگای دیگه ش پیش خود میور داریم یا نادخت میمونیمش، وقت فرمایش گرفتیم جورش میکنیم. و چی خوب است بگی قیمت از این لباس چند است؟ قیمت از این لباس ما 20000 افغانی است. و اگر کراب بتین باز چند میشه؟ کراب بتیم 35000 35000 افغانی. ام واسکت مردانه کسم روی از این لباس است. جان واسکت بر خودش هم باز جور کردیم. بسیار عالی، واقعا بسیار مقبول است. کسی خریداری کنه دیگه سه تا مکمل داره. سه تا مکمل داره، کلاه، واسکت. بسیار عالی. و لباس بعدی که میخوایم به شما وطنای به معرفی بگیریم این لباس است که یک دیزاین بسیار خاص و یک چیز بسیار همونطور یک رنگ بسیار همونطور ناز و مقبول داره. میشه که در مورد از این لباس بر ما بگین؟ این لباس ما که است کوچی است که یخنش از این گرافی است که تکیش هم گل بخمل است، تکیه گل بخمل است و ساستینش چند رنگ استفاده کنیم از بخمل ابریشم، دامنیش چرمه است، ساده تر است. و میشه بگین که از این چند رنگ داره اینجا اسمت؟ از این تقریبا 5 رنگش داشتیم، فعلا مشتری های ما بردهش یک رنگش پیش ما هست. قیمت از این لباس چند است؟ قیمت از این لباس ما 14000 افغانی. و اگر در کراب بتین؟ کراب بتیم 3000 افغانی. 3000 افغانی قیمتش 14000 و اگر کراب بتین 3000 افغانی. لباس است که بسیار مقبول است، کلاه هم همچنان همراه خود داره و همچنان لباس بعدی که ما میخوایم به معرفی بگیریم این لباس می باشه. بسیار اما تو دامن از این کلان است که چند متر میاد دامن از این؟ دامن از این 10 متر است. 10 متر است که به خاطر که هم تو کلان گرفته میشه چرمی دیستی کار شده. بعضی هست دمی فیته کار می باشه دلبیش، باز ما ایره مکمل چرمه کار کردیم دیستی است. خودمون باز دایی تکه زری دوزی کردیم، تکه بخمل آبچکان ایره میگن. بسیار عالی. دیگه یخنش تقریبا مورایی است، کل ازی مکمل کار دست است. بسیار عالی. بسیار یک لباس مقبول و زیبا. و میشه که بگین قیمت از این لباس چند است؟ قیمت از این لباس ما 30000 افغانی. 30000 افغانی قیمتش است و اگر کرابتین چند میشه باز؟ کرابتیم 3000 الی 3500 فکر میتیم. خب قیمت های از این لباس های دامنای کلان داره، در کرا دیگه 3000 است. 3000 3500 4000 افغانی. بسیار عالی، بسیار عالی. لباس بسیار مقبول می باشه. و لباس بعدی که فکر میکنم همون لباس سرخ را که معرفی کردیم تقریبا همین عین چیز بود. جانا کور همون لباس سرخ است که رنگ که سبزش است و با رنگ زردش هم به تصویر حالا میبینید دوستا باز کار کردیم، یک متفاوت‌تر کار کردیم شباز. بسیار عالی. دوستای عزیز لباس که قبلا ما به معرفی گرفتیم رنگ سرخش بود و این لباس هم کس رنگش متفاوت است، فقط رنگ سبز می باشه. بسیار عالی. لباس های کس بسیار مقبول است و انا گفتن ما میخوایم لباس بدی که ما به معرفی بگیریم این لباس است که نام خدا بسیار دامن کلان و انا گفتن ما همین لباس هایی که دامنایشان کلان است، طراحی‌هایشان اندک متفاوت است، لباس های بسیار مقبول می باشه که تکه از این لباس هم تکهش نازک می باشه و چقدر خوب است بگی قیمت از این لباس مقبول چند است؟ قیمت از این لباس ما هست که 18000 افغانی، به خاطر امو زردش هم پیشتر که براتون نشان دادم به تصویر یکی هست درنگیش که گفتم بتونه که گلابی و بانجانی که کار شده یا امو لباس درنگیش هست باز یخن از این باز گرافیک کار کردیم از اون بلوچی فقط نم که تفاوتش کار کردیم آستین از این باز چند رنگ استفاده شده. بسیار عالی. و کرابتین باز چند میشه؟ کرابتین در عموم امو جامانای ما 3000 افغانی میشه. بسیار عالی. و از این دیگه رنگایش هم دیگه داریم. یک دیگه رنگایش بود. زردش هم هست که می رنگش هم رنگ که پستیام داره. بسیار عالی. تمام رنگاش بسیار مقبول است چون دامنای کلان دارن. دخترها معمولا دامنای کلان بسیار دوست دارن. و لباس بعدی دوستای عزیز قسمی که شما در تصویر بیننده هستین یک لباس است که نسبت به لباس‌های دیگه کوتاه‌تر است. تکه از این دیگه تکه بخمل می باشه. اجانا بخمل زری میگن این تکه شد چرمش که هست مکمل از یام کار دست است که استفاده شده. یخنش هم بلوچی مورایی است دیگه این تکش باز بخمل زری که استفاده کردیم یک قدر پیرانه که ما قدر جور کردیم 90 سانت میگن. بعضی مشتری ها میگن پیرانای نیمه 90 سانت این نیمه پیران 90 سانت است برش. بازیگه فکر کن دنباله داره دیگه. نه دنباله نداره. خود دامن است. اجانا دامن است دامنش ما گل میکنیم
نصب که میکنیم و دامنش گل میشه، دنباله نداره. فقط قد پیران هم قصد. بسیار جانم. قیمت از این لباس چند است؟ قیمت از لباس ما 16000. 16000 افغانی. در کرام فکر میکنم 3000 میشه جان. دیگه. 2500 3000 افغانی میتیم میشن. بسیار عالی. و دیگه کدام رنگایش دارین؟ از این باز رنگکاش زیاد داشتیم، جگری بیا داشتیم و فعلا پیش ما که موندم یک رنگکش مونده. بسیار عالی. لباس باشن بسیار مقبول، متفاوت‌تر از لباس‌های بعدی. و دوستای عزیز، لباس بعدی که شما در تصویر بیننده هستین لباس است بسیار مقبول، اما که میبینید دامنش بسیار کلان و تکیش هم کست یک تکه نازک و ظریف میباشه که چی خوب است اسم جان قند در مورد قیمتش برای ما بگوین و چی خوب است که بگوین چند رنگ دیگه هم از این دارن. از این همون رنگ که سبز و سرخ که دیدین براتون که گفتم زردش هم متفاوت کار کردیم. این از مو پیران است که رنگ زردش است، بالاتنش بخمل ابریشم کار کردیم. دامنش که است که چرمه نیست، گراف استفاده کردیم و به شکل امیدی کارش کردیم. تقریبا دیگه 8 رنگ 9 رنگ دامن از این چرمش کار شده فیتش. و قیمت از این چند است؟ قیمت از این هم باز 7000 در کرام 3000 میشه. جان 3000. بسیار عالی، بسیار عالی، مقبول است. و نگفتنمون هموطنای عزیز ما که اینجا متوجه شدم بر علاوه از اینکه لباسای مقبول بر خانوما دارن، واسکتای مقبول همراه با کلیش بر آقایان و دامادای عزیز همچنان داره. میشه که در مورد قیمت و همچنان یک چند واسکت مردانه را هم به معرفی بگیره که همه آقایانی که برنامه رو بیننده هستن نگوین که بر ما هیچ معرفی نکردن. این واسکت ما که است چرمدوزی است که بخملش هم ابریشم است و کلام برش است. بعضی آقایان باز کلاهش میپوشن، بعضی نمیپوشن. به خاطر باز ما از ما حساب گند افغانی است باید اسم واسکت مردانه با سیت پیران ما جور کنیم داشته باشیم. به خاطر این دختر خانم که پیران میگیرن باز میگن واسکت مردانه با ما مجبور هستیم ما باید از جور کنیم براشان باشه. و قیمت از این چند است؟ قیمت از این 35000 افغانی. 35000 افغانی. و اگر در کرا بتین خامرای لباس میتین دیگه. جان باز که لباس میتین باز متفاوت است، باز 800 افغانی 1000 افغانی باز کرای عزیز. اگه جداگانه بگیریم. بسیار عالی، لباس است بسیار مقبول. و نگفتن امان دوستای عزیز لباس مقبول دیگه که شما در تصویر بیننده هستین یک لباس بسیار خاص، یک چیز بسیار ظریف که همون تو دامنشون بسیار کلان می باشه. میشه بر ما بگوین که از این دیگه کدام رنگا رو دارین و قیمتش چند است؟ از این قیمتش که هست که 28000 افغانی قیمتش می باشه. دامنش 10 متر دامن داره. بله. دیگه یخنش گرافی است که مکمل کمربند سرشانه‌ایش کار دستام است، چرمیش هم است که باز تکیش هم بخمل زری میگن. یعنی شیپش نوست که دیگه از این رنگکایش هم نادوخته است. پیش ما زیاد داریم رنگایش. این با عنوان سمپل است دیگه اینجا. این سمپل است که فقط مشتری خوش میکنه. اگر خودم میره خوش کرد خودش هم میتیمش. دیگه رنگش خوش کرد در ظرف 2 روز الا 3 روز برای شما. بسیار عالی. و قیمت از این لباس؟ قیمت از این لباس ما رو براتون گفتیم 28000. 28000 و در کرانا گفتن امانه که کرا بتیمش با 3000 3500 میتیمش. 3000 الی 3500 افغانی. پیران است که بسیار دامن کلان و همچنان لباس است بسیار خاص و مقبول و ظریف. و نگفتنمون لباس بدیره که میخوایم به معرفی بگیریم بسیار چادر هم تو مقبول داره. فکر میکنم چادرش هم دیگه کلان میباشه. این لباس است که چادرش هم پس از جایش بانم. میشه که در مورد از این لباس بر ما بگید؟ از این لباس ما همون رنگه که دو رنگش که دیدین رنگ زردش رنگ پستاییش است که از اون لباس ما تقریبا همین چیز از اون است که فقط رنگش متفاوت کردیم، یخناش کم متفاوت کار کردیم. به خاطر باز رنگ سرخ و نارنجیش هم از این ما کار کردیم. بسیار عالی. در مورد قیمت و همچنان قیمتش براتون همون چیز که همون را گفته بودم یا همون چیز است. 8000 فقط رنگش متفاوت است. کم دیزاینش متفاوت است. نه تکیش متفاوت است که جانم. بسیار لباس است بسیار مقبول. دوستای عزیز اون رنگ سرخش است که در تصویر رنگ‌های دیگه شما مشاهده کردین. تمام لباسایی که اینجا هست لباسایی است که هم از تکه‌های بخمل، تکه‌های بهاری نازک کار شده چون هوا رو به گرم شدن است که زیادتر دختر خانم‌ها لباسایی را انتخاب میکنن که تکه‌هاشون نازک باشه به خاطر که هوا بسیار گرم است. و نگفتن نمونه که برادر ما اسم جان قند بیشتر یک گپ دیگر یادآور شد که ما یک لباس بسیار انتیک و خاص دیگه داریم که او را همکار و برادر دیگه‌اش که اینجا فعالیت میکنه بر ما معرفی میکنه. دیگه چه خوب است؟ همکار ما است که داریم یک لباس بسیار قدیمی است گند افغانی است. قیمتش تقریبا در خانه‌های 35000 افغانی.
دیگه بسیار گند سابقه است که تکیش هم از تکای نازک واری کار کنیم مکمل کار دوست است. همکار ما بوده براتون در معرفی میگیره باز نشانتان میده. بله دیگه فکر میکنم بیادر عزیز ما اون طرف است دیگه. چی خوب است بیای کمی لباس مقبول به ما به معرفی بگیرن. سلام بیادر، خوب هستین ان شاء الله؟ سلام، تشکر. شما خوب هستین؟ بخیر سلامت باشین. بخیر دیگه بیادر ما اسمت جان گفتن که ما قرار است یک لباس خاص همکار عزیز ما به معرفی بگیریم. چی خوب است این لباس در مورد تکش بر ما بگین. بسیار عالی. این لباس قسمی که شما در تصویر میبینین و قسمی هم که اسمت جان دیگه دیزاین های ما را برای شما نشان داد، این یکی از سابقه ترین و کنت ترین پیرناست که به نام پیرن کوچی یاد میشه. تیکه از تیکه شینکایی می باشه و قسمی هم که میبینین دکورش بسیار سابقه است. این هم یا سرشانه مورایی است، یخنش هم یخن گرافیست. دیگه قسمت هایش هم که میبینین چلمه دوزی است که چلمهش توسط دست شونده شده و این هم تقریبا اون میبینین که مثلا یک 10 متر است. بسیار عالی. اما قسم که دو سایز شما میبینید بسیار هم تو دامن کلان داره. دقیق دامنش کلان است. و چی خوب است بگید در مورد قیمتش؟ قیمت از یک که 35,000 می باشه. باز در صورتی که مثلا از دوستای ما مثلا واسه توان مالیشون نمیکشه باز ما را به کرام میتیم که میتونن به حداقلش 3,000 2,500 هم رای تخفیف است. این لباس کس بسیار یک چیز مقبول است. دیگه دامنش بسیار کلان است. نگفتن همونه دیگه کدام رنگار از اینجا داریم؟ دیگه از این خوب برای فعلا هم یک رنگش است، باز یک دیزاین دیگه هم است که همکار ما اسمت جان هم و پیرن دیگر را یک دفعه معرفی بگیر. تشکر. بسیار عالی. اینه به به اسمت جان چه یک لباس مقبول آوردن. چقدر دامن از اینا خدا مقبول است. بسیار عالی. میشه که در مورد طراحی از اسمت جان قند کوتاه بگید؟ از این دامن ما که هست که تقریبا 14 متر دامن داره. بسیار عالی. یخنش گرافی کوچی هست، مکمل یخن از کونه هست. و ما مردم کوچی باشیم میره دختشام کردن و می کمربند شو سرشانه ایشان سعی کنیم مکمل کار دست اساسی نشان بود بخمال ابریشم استفاده کردیم و که خودشان که هستن لیده متن ایندی اول هست. بسیار عالی. بسیار عالی. لباس است بسیار مقبول. هر دوشان قدیمی و یک چیز است بسیار زیبا و مقبول. و نگفتن همونه قیمت از این لباس چند است؟ قیمت از این با 30,000 افغانی. 30,000 افغانی. و در کرام هم 6,000 میشه دیگه. جان 6,000 5,000 میشه. بسیار عالی. تشکر میکنم از خودت اسمت جان قند که امروز تمام لباسای بسیار منقول و زیبا را بر ما با صبر و حوصله‌مندی به معرفی گرفتی. تشکر از شما میکنم که وقتتون به امروز ما زایی شده که ماه مبارک رمضان شما بسیار ببخشید که وقتی چیزام نبود که من براتون میخواستم که میمان نوازی میشت. البته خب مردم افغانستان میمان نواز است. دقیقاً بسیار تشکر میکنم از شما. دیگه ان شاء الله موفق سرفراز باشین. شما موفق سرفراز باشین. وقت خوش. خدا نگهدار شما. و همچنان تشکری میکنم از تمام شما بیننده‌های عزیز که امروز بیننده برنامه بودین. تا فعلا واقعا اینجا بسیار لباسای مقبول زیبا داشت که من خواستم امروز به شما هموطنهای عزیزم خصوصا دختر خانم‌های خوش سلیقه که بیننده برنامه ما هست به معرفی بگیرم. تا برنامه‌های بعد و دیدار بعد، خدا نگهدار.